گروه اختصاص‌های انتخاب نموده‌اش 4 سوب تست را می‌سپارد. گروه اختصاص‌های یکم زبان تاجیکی، متماتیکا، خیمیا و فیزیکا. وقت مقرر شده برای اجرای این سوب تست ها 220 دقیقه. گروه اختصاص‌های دوم یکم زبان تاجیکی، دوم متماتیکا، سوم گئوگرافیا و چهارم زبان خارجی. وقت مقرر شده برای اجرای این سوب تست ها 200 دقیقه. گروه اختصاص‌های سوم یکم زبان تاجیکی، دوم تاریخ، سوم ادبیات تاجیک، زبان و ادبیات روس، زبان و ادبیات ازبک و چهارم زبان خارجی. برای داوطلبانی که اختصاص زبان و ادبیات ازبک را انتخاب کردند، سوب تست سوم امتحان قسم ا زبان و ادبیات ازبک است. این گونه داوطلبان اختصاص‌های سمت‌های زبان و ادبیات تاجیک و زبان و ادبیات روس را انتخاب کردن نمی‌توانند. زبان امتحان سپاری برای چنین گروهی داوطلبان از روی سوب تست ها دوم قسم ا تاریخ، تاجیکی یا روسی می شود. یعنی آنها در وقت به قیدگیری برای امتحان سپاری یا زبان تاجیکی یا روسی را انتخاب کرده می توانند. داوطلبان دیگر وابسته به زبان امتحان سپاری انتخاب کرده شون سوب تست سوم قسم ا را از ادبیات تاجیک اگر زبان امتحان سپاری تاجیکی باشد یا زبان و ادبیات روس اگر زبان امتحان سپاری روسی باشد می سپارند. برای جواب دادن به سوال ها و حل مسائل های این سوب تست ها 190 دقیقه مقرر گردیده است. گروه اختصاص های چهارم یکم زبان تاجیکی، دوم تاریخ، سوم حقوق و چهارم زبان خارجی. وقتی مقرر شده برای اجرای این سوب تست ها 190 دقیقه. داوطلبان در انتخاب سوب تست های زبان خارجی یا انگلیسی یا نیمیسی یا فرانسوی یا عربی قسم ا در دایره گروه های اختصاص های دوم، سوم و چهارم آزاد است. گروه اختصاص های پنجم یکم زبان تاجیکی، دوم بیولوژی، سوم خیمیا و چهارم فیزیکا. وقت مقرر شده برای اجرای این سوب تست ها 220 دقیقه. در قسمت ا داوطلب سوب تست زبان تاجیکی را که در دایره همه گروه های اختصاص ها پیش بینی شده است حتما به زبان تاجیکی و سوب تست های دیگر را با استثنای سوب تست زبان و ادبیات ازبک و سوب تست زبان خارجی وابسته از زبان امتحان سپاری که هنگام به قیدگیری نشان داده شده است به زبان تاجیکی یا روسی می‌سپارد. سوال و مسئله های تستی قسم ا در اساس برنامه تعلیمی تحصیلات عمومی و کتاب های درسی عمل کنند.